سلام علیکم به خلق عزیزم تاجیکستان عزیز. به خواهینان ملت گفتنی هستم که ای خواهینان ملت، ای بدنام زدگان نام ملت، ای بدنام زدگان نام تاجیک، حیف کرده اید نام تاجیک را. اقبال گفتنی شخص، ای بچه باز، ای بیناموس، ای بیننگ، ای بیار. میدونی بار از خود پرسیده ای من چیکار کرده ایستادم؟ مردم تاجیک را هر روز جنگ داخته ایستاده ای. ای بچه باز، از نام اسلام گپ زده ایستاده. خلق تاجیک را میدانی چگونه کرده ایستاده؟ ای خر، تو انسان نمیشوی. تو اگر مرد میبودی، انسان میبودی، جوان مرد تاجیک اصیل میبودی، می اومدی در وطن خود چیزی که میخواستی عملی میکردی، نه که نمیخواهی. نه که بدنام زده نام تاجیکی. تو یا ابلهی، تو یا خری. محمد کبیری، امیرالدین کبیری کی هستی؟ نمی محمد کبیری، امیرالدین کبیری کیای؟ یا خر از نام اسلام برآمد میکنه. ای مرد، تا اگر ناموس می‌داشتی، وجدان می‌داشتی، در جزا دادن مادرت اشتراک نمی‌کردی. تا اگر خلق دوست می‌بودی، تا اگر ایمان می‌داشتی، تا اگر دین می‌داشتی، مر به عروضت. خر، به ناموس، به شرف، بچه بازو، بدنامای ملت.